دیروز هواپیماهای سوریه فقط با برگه‌های کاغذ یک بار دیگه ابهت پوشالی رژیم صهیونیستی رو در هم پیچیدن. همکارم آقای مقامی گزارش میده. وحشت در سرزمین‌های اشغالی. روز گذشته ساکنین سرزمین‌های اشغالی در حالی که به شدت وحشت زده بودند، پرواز جنگنده‌های سوری با ارتفاع پایین در تل‌آویو و حیفا را از بالای سر خود تماشا می‌کردند. این جنگنده‌ها برگه‌هایی را در آسمان این شهرها منتشر کردند که بر روی آنها نوشته بود: ما پاسخ حمله اسرائیل را در زمان مناسب خواهیم داد. سوریه نشون داد که توان مقابله با تهدیدها رو داره و گنبد آهنین اسرائیل یه دروغه. این اقدام که پاسخی به حمله هفته گذشته جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به سوریه قلمداد می‌شود، انتقادات شدیدی را از طرف ساکنین سرزمین‌های اشغالی به پدافند هوایی این رژیم داشته است. دیدن جنگنده های سوریه واقعا باور نکردنی بود. من نمیدونم پس معنی قدرت نیروی هوایی ما چیه؟ پس از جنگ 6 روزه بار دیگر پدافند هوایی این رژیم با گنبد آهنین پرهزینه و تبلیغاتی خود تحقیر می شود و جنگنده های سوری با پرواز تا عمق سرزمین های اشغالی رسوایی دیگری را برای این رژیم رقم می زنند. این خبر جدید رو هم بشنوید. کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد چندین جنگنده سوریه در ارتفاع پست بر فراز تل‌آویو و حیفا به پرواز در اومدن و از این جنگنده ها یادداشت‌هایی با این مضمون: پاسخ حمله اسرائیل در زمان و مکان مناسب داده میشه فرو ریخته شده. هفته گذشته 4 جنگنده رژیم صهیونیستی به یک مرکز نظامی در حومه دمشق حمله کردند و به این ترتیب حمایتشون رو از گروه‌های مسلح تروریست در سوریه آشکارا به رخ جهانیان کشوندن.